سلام، اینجا آراملنده، جایی که میتونی برای چند لحظه از دنیای شلوغ بیرون فاصله بگیری، جایی که نه لازمه چیزی رو درست کنی، نه لازمه قوی باشی، نه شاد و نه پر انرژی. تو همینجا هستی، هر طور که باشی، با دلی شاید خسته، با ذهنی شاید پراکنده و با بدنی شاید کوفته. اینجا جاییه برای مکث کردن در زندگی، برای نفس کشیدن، برای دیدن و شنیدن خودت، بدون قضاوت، بدون عجله. اینجا یه نقطه امنه، همین لحظه. قراره با هم وارد یک فضای امن بشیم، فضایی که تو بتونی خودت رو حس کنی، زخم‌هاتو ببینی، ولی با مهربونی، نه برای پاک کردن گذشته، فقط برای اینکه همین حالا به خودت بگی من اینجام، نفس میکشم و همه چیز قراره فقط کمی آرومتر بشه. این مدیتیشن برای ترمیم زخم‌های گذشته است و برای آروم کردن خودت، برای پذیرش آسیب‌ها و دردهایی که هنوز درون تو وجود دارند. به این لحظه مراقبه خوش اومدی. لطفاً یک جای راحت بنشین یا دراز بکش، جایی که میتونی چند نفس راحت بکشی. فقط تو اینجا هستی، بدون فشار، بدون انتظار. حالا با هم یک نفس عمیق میکشیم. دم، نگهدار، بازدم. بذار همراه با بازدم هر نگرانی کوچکی از وجود تو خارج بشه. حالا به بدنت توجه کن. کف پاهات، ساقها، ورانهای خودت رو حس کن. ببین آیا سنگینی یا تنشی هست؟ سعی کن فقط احساسشون کنی. اینجا قضاوت یا تلاشی در کار نیست. بدون تلاش فقط در حال بودن باش. با نفسهای عمیق، دم و بازدم شروع می کنیم. هوا رو از بینی به داخل بدنت هدایت کن. بذار سینه و شکمت پر بشن. لحظه‌ای نگه دار. هر چقدر طولانی تر بهتر. و بعد هوا رو از دهان بیرون بده. آروم و به تدریج. حالا با اسکن بدن شروع می کنیم. از سر تا پا. نقاط درد، فشار، تنش، سنگینی، گرما یا سرما رو احساس کن و ببین. بدون قضاوت، فقط
حسشون کن. برای حس امنیت زمین رو احساس کن. بدن تو روی سطحی راحت قرار گرفته و زمین از تو حمایت میکنه. بعد از پیدا کردن نقاط درد و تنش، حالا در خودت جای زخم، شکست، تنهایی یا بی‌توجهی رو میبینی. لطفاً اونها رو بپذیر و در آغوش بگیر. تو حق داری احساساتت رو داشته باشی. درد حقیقتی هست که در تو وجود داره. حتی اگر اشک بریزی یا دلتنگ بشی، اجازه بده این احساسات جاری بشن، بدون ترس، بدون سرزنش، بدون قضاوت. اجازه بده این حسها در تو جاری بشن. با هر دم نفست رو داخل قلبت بفرست، جایی که احساس زخم کرده. فقط با توجه و پذیرش بدون تغییر. نفس بکش. نفس عمیق بکش. برای هر دم 6 ثانیه زمان بذار و برای 7 ثانیه نفست رو نگه دار و برای هر بازدم 8 ثانیه زمان بذار تا نفس رو از دهانت خارج کنی. با هر دم احساس کن که آرامش وارد قلبت میشه و با هر بازدم قسمتی از تنش یا نگرانی‌هات خارج میشه. حالا این جمله‌های واقعی رو با من تکرار کن. آرام بودن حق منه. امن بودن حق منه. زندگی در نفسهای من جاری میشه. چیزی که اتفاق افتاده مال گذشته است، اما تو زنده ای. شکافهای زخمی که خوردی هنوز ترمیم نشدن، اما این خودت هستی که سهمی برای ترمیم زخمهای گذشته داری. تو حق داری که نه بگی. تو حق داری که برای خودت مرز بذاری. ممکنه درها بسته شده باشند، اما تو میتونی مسیر جدیدی رو بسازی. نفس بکش. نفسهای کند و آهسته. با هر نفس بگو من امنم. من زنده ام. من میخوام زخمهام رو بپذیرم و ترمیم کنم. چیزی که اتفاق افتاده بخشی از گذشته منه. زخمی که خوردم واقعی بوده. درسته، شکافی که توی قلبت مونده بی صدا درد میکنه، اما تو هنوز اینجا هستی. زنده ای، نفس میکشی و این یعنی هنوز فرصت داری.
شاید همه چیز رو نبخشی، شاید هنوز بعضی چیزها رو فراموش نکرده باشی، اما قرار کم کم آروم آروم زخم تو لمس کنی، نه برای باز کردنش، برای اینکه بهش بگی دیدمت، حست کردم و الان وقتش رسیده که ترمیمت کنم. با هر دم نفس رو تا انتهای وجودت به داخل ریه‌هات بفرست. با هر بازدم بگو من امنم، من زنده ام، من رو به ترمیمم. تو قرار نیست وانمود کنی که قوی هستی. تو قراره به خودت زمان بدی برای قوی تر شدن. زخم‌ها مثل پوست دنبال ترمیمند، اما اگر دائما روی اونها دست بذاری، بازشون کنی، سرزنششون کنی، اونها هیچ وقت بهتر نمیشند. وقتشه از حالت دفاعی بیرون بیای و یک لحظه فقط به خودت نگاه کنی و بگی من همینی هستم که هستم، کسی که درد کشیده اما هنوز قدرت داره تا بهبود رو انتخاب کنه. و من در حال ترمیم زخم‌های گذشته‌ام و اونها رو در آغوش میگیرم تا برای بهتر شدن به خودم کمک کنم. من حق دارم بگم نه. من حق دارم که مرز بذارم. من حق دارم برای خودم از نو شروع کنم. ممکنه بعضی درها برای من بسته باشند، اما من میتونم مسیر جدیدی رو بسازم. مسیری که با پاهای خودم برم و با خواست خودم، نه از ترس دیگران، نه از ترس گذشته. حالا اگر هنوز ترسی هست، اشکی هست، دلتنگی هست، بذار باشند. حالا فقط یک کاری رو انجام بده. قلب تو باز نگهدار برای ترمیم، اونقدر باز که بتونه نور وارد بشه. تصور کن کنار پنجره‌ای نشستی، همین حالا مقداری آب سرد می نوشی. نفس سردی رو در گلوت احساس می کنی. زمین زیر پاهات تکیه‌گاهه و تو آرومی. هر وقت در وجودت ترمیم رو حس کردی، حتی کوچیک، به خودت آفرین بگو و ادامه بده. حس کن بدنت چقدر سبکتر یا سنگین‌تره. صداهای اطراف ذهن تو رو درگیر نمی کنند. روشن باش، حتی اگر لبخند کوچکی بر لبت باشه. این لبخند قدردانی از خودت هست. هر وقت آماده شدی چشمهاتو باز کن و دوباره به خودت
آفرین بگو و از خودت تشکر کن به خاطر وقتی که برای خودت و ترمیم زخم‌هات گذاشتی. تو آگاهانه انتخاب کردی و برای بهبود زخم‌هات قدم برداشتی. اینجا آراملند و هر زمانی که دوست داشتی میتونی به این فضای امن برگردی. من اینجا در کنار تو برای آرامشت خواهم بود. مراقب قلب مهربونت باش.